امروز اینجاییم با آنباکس ردمی نوت 14S از شیائومی. این مدلی که الان میخوام براتون آنباکس کنم رم 12 و حافظه 512 گیگ هستش که 18/6404 به مبلغ 23 میلیون تومان من خریداریش کردم. وقتی که ما پکیجش رو باز میکنیم اولین چیزی که باهاش روبرو میشیم سوزن سیم کارت و دفترچه‌های راهنما هستش. به علاوه اون یک کاور سیلیکونیه که داخل خود باکس هست. کیفیت کاور کیفیت خوبیه، پشت کاور ماته اما جای اثر انگشت میمونه. میریم سراغ خود گوشی. دوربین اصلی 200 مگاپیکسل اونطوری که روی باکسش خورده. روی خود گوشی یه گلس ظریف هست که خیلی نمیتونید بهش اتکا کنید. وزن گوشی 178 گرمه، لبه های کرمی نداره و کاملا تخته که این از نظر من باعث میشه گوشی خوش دستی باشه. در ادامه داخل باکس آداپتور 67 واتی داریم که خیلی از برندهای در حال حاضر آداپتور داخل باکس رو ندارن و باید براش جداگونه هزینه کنید، اما شیائومی داخل خود باکس آداپتورش رو داره و اینم که سیم کابلشه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید، ممنون میشم اگه لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.